سلام علیکم، علی شلتر هستم. دوباره اومدیم که یه اکیپی دیگر رو بهتر کنیم، ترور کنیم. امیدوارم که ویدیو خوشتون بیاد. این ویدیو یه توضیح مختصر بدم. این ویدیو درباره خزوخیله اینستا، کس شیرخانایی که جدیدن اومدن و فکر میکنن تولید محتوای خیلی قوی دارن. یاد صحبت نمیکنم، بریم اونور ببینیم که کس شیرا چیه. خب بریم ببینیم که قیافه رو نگاه کن. قیافه این شخصیت های ترسناک این فیلم ها. بریم اگه گفتی چرا نه از اول. مامان جون. ها نقصه تیر ناموس، این چه صدایی از خودت در میاری کسکی؟ جون مامانی اگه گفتی چرا نه لب ننه رو نگاه، اینه کونه این اورانگوتانه، بابونه است، پونه است، چیه کونه؟ لبش اینه کونه اونه داشته باشی. قیافه رو نگاه، تو رو ابوالفضل ببین چی شخصیت زنگ میزد به این بچه ها. مومو آره مومو جویونه. نگاه کن قیافه رو، یا ابوالفضل قیافش کفاره داره. بابا نمکه تو مالو میخورن مالو چرا محتوا رو تو رو قرآن میبینی بعد اینا رو نگاه میکنی 1,000,000 ویو خورده. ببین مردم به صورت ناخواسته بعد میان اینا رو وایرال میکنن و مردم به صورت ناخواسته کامنت میذارن، مثلا میگن تو دیگه ادامه نده، مثلا بلاکت میکنی، مثلا حالا 1000 تا کامنت چرت و پرت. یه دفعه میبینی هیت دادن، این بیشتر معروف شده. آخه کیونیا چرا از من کیونیا چرا حمایت نمی‌کنی؟ چون که نیستم. دارم پا بشه. یه جنی رفتم خیلی پست و شری داشت میذاش، خیلی چرت و پرت داشت میذاش. بود دوست پسر این آقا، دوست پسر این اگه کلیپ ما رو میبینی خواهش میکنم اگه تو خطری به ما بگو، اگه نیاز به کمک داری، اگه نمیدونم تهدیدت کرده، اگه کاری کرده، ادامه ویدیو ببینیم داشته باش. فقط برم بیبی رو سورپرایز کنم. من از سفر برگشتم ولی به امید نگفتم که اومدم. حالا هم میخوام بدون خبر برم محل کارش بهش سر بزنم که خود. امید جان داداش اگه خطری داره تهدیدت میکنه تو رو خدا به ما بگو. شاید بشه. بریم. حاضر شدم برم سمت بیبی. گفتم دوربینو گرفته. بهش میگه بیبی هم قبل از هر چیزی برم براش گل بگیرم که دوست داشته باشه یه و دسته گل خوشحال علامت شه. تکمیل. البته بین راه با مامانش تماس گرفتم و متوجه شدم که سر کار نیست چون تعطیلاته و رفته پاسخ همیشگیش. بچه‌ها بیبی رو دیدم با دوستش اونجا نشسته و رفتم سمتش. اصلا هماهنگ نیست. سلام، چطوری؟ برات گل آوردم. باشه خوشحال شدی؟ برو محمد، برو وگرنه تو میکنه. محمد این دیلو داره. محمد برو. محمد من یه بار جواب سلامشو دادم. محمد الان هر روز منو میکنه. محمد منو دیدی نه؟ دوستش داری؟ نه بوک گلو نه چیزی، یعنی این تو رو قرآن کن برات گل خریدم. اینجا رو خوشحال دیدی ویدیو رو کاش کرد برگه کسکش. ننتی میگم انقدر میکنم تا یه هفته خورده کیر برینی اگر درست جواب هم ندی. لبخند گونی لبخند بزن. شدی یا نه؟ خیلی ذوق کردم، خرکیف شده. دوستان رسیدیم روستا، بریم خونه مامانشون اینا در بزنیم. میخوام 2 تا بوس اول رو بوس کنم، بوس سوم رو رد بدم، ببینیم که عکس العملشون چیه. آره دوستان بریم عید دیدنی.
تو در نشسته بودم. باز کن داداش. آبجی ماما بودو این داداش. آبجی ماما بودو که ریدم واسه اون جلو در بودو. منتظرم. سلام. سلام. در وا نکرده پرید لب داشه رو بخوره. وا. وا. چرا اینقدر جدی داری فیلم بازی میکنی داره؟ اما محتوا همین. بار و مادر محتوا رو. یاد بگیر بدون توقع دوستی کن. به ابوالفضل رو شیشه هستی. به قرآن رو شیشه است. قیافه رو نگاه. شیشه داره قیافه این میریزه. کی به اینا گوشی داده؟ کی به اینا گفته تولید محتوا کنن؟ چرا آخه؟ من سال 2003 پول نداشتم. پول آدامس هم نداشتم. چند ساله؟ ندادم. نهایت 2010 به دنیا اومدی، الان 14 سال دیگه. قیافت چرا اینجوریه تو؟ مگه حاصل جفتگیری گراز با اورانگوتانی تو؟ کارتو گایدم تو چرا این شکلی؟ عجیبه. گیر خر عجیبه. هی میگه عجیبه افتاد تو دهنمون. اون دیگه 2024 همه تونه میخرم که بال کن لاشی. با من آماده شین. من 2-3 تا کلیپ بعد یکی از دلایلی که من این کلیپ رو خواستم بسازم این کونی خانه. من خار مادر یعنی مغز ویدیو رو گایده این. یعنی این مته تو کون منه. میخوام صدای این اسپری رو تقلید کنم. کیر ستی مادرت گایدم. کونی آب کون آب چاقال. کیر ستیر هنق. به چی میخندی؟ کونی. حاجی زشته به قرآن. به ابوالفضل من این ور دوربین خجالت کشیدم. نکن این کارا رو. چرا اینجوری میکنی آخه؟ مثلا تو 20 سالته، 19 سالته، اصلا 15 اصلا 10 سالته. این چه کاریه میکنی تو؟ چرا اینجوری؟ پسوناش 95 کونی. کارا رو میکنی داداش به قرآن زشته. نکن این کارا رو. پس فردا تو مثلا میخوای بری زن بگیری، بچه داشت خارت گایدم، زنت گایدم. زشته به قرآن. آقا من یه فکسی دارم. من میگم شاید این یه جمله نمیاد، شاید این تو خطره، شاید مثلا تهدیدش کردن اگر این کارو نکنی مثلا میکنیم تو. اینم از ترس کونشه که مثلا داره کلیپ پر میکنه این کوچرا رو میذاره والا. وگرنه من خودم باشم تو در خطر نباشم این میکنی. داره که شدی تا اون چی بود اون زمان آتیش؟ این زمانی که یعنی داری ویدیو رو زده دور تون، ویدیو رو فقط زده دور تون. همون ویدیو فقط زده دور تون. همون جوریه داشته باشی. من میبینی بهتون میگم
محتوا چرت و پرت شده واقعیت ها. به خدا محتوا چرت و پرت شده. اصلا کل این اسه من شده این چرت و پرت ها مسخره. هیچی، اصلا هیچی. خدا اصلا یه کلیپ میبینم که یه ریلز میبینم که مثلا یه مقدار محتوای من پشمام میریزه، میگم ای چه عجب یه ریلزی هستش که یه مقدار محتوا داره. من همش شده چرت و پرت خالص. بعد همین گوه بشکه ان سمندو با از طریق بلاگری سمندو کرده تارا. اون وقت میگن نون تو کسخلی نیست. بیا کل اینایی که الان پلی کردم کسخلن دیگه. خیلی دارم صحبت میکنم. بذار بقیه ویدیو رو ببینیم. برای گام شکلی تو کس خار مادر. امروز قراره اینو اصلا حرف نزنم به خدا میمیرم، به قرآن میمیرم. به ایستا نگاه الم کیر خر اونی. به قرآن من قیافه تا بودم اصلا نمیذاشتم ازم عکس به خودم عکس نمیگرفتم. چاقال کی به تو گفته آقا بلاگر چی؟ خوشتیپ کنم براتون یه مرد. به قرآن پوست و نگاه چقدر سفیده. خوردنی و بخورنت بذار لانون مگت بخورنت فدات شم. آلفا قراره ببینیم. اون وقت میگن چی؟ پسرا پرنسس شدن ناراحت میشه. اینا رو میبینن که میگن پرنسسی. بابای منی که نمیبینن که. بعد باشگاه آمدم خونه یه املتی خوردم و اسنپ چه؟ قیافه شبیه نیکی هایی. اون واسه نیکی تنگ. خار و مادر شباخت. بچه پشماش ریخته. یارو دید یارو نگاه نمیکنه روشو میکنه. نیکی هستم، یک آلفا، یه زن آلفا. فقط هم نگاه کنه کارتون خوابه. نگاه کن این نیکی قیافش. دندونه شو او جان برو برای کلکوپر بچه خواب بود. رفتم آرایشگاه بالاخره صفایی به خودم و یه حالی هم به شما بدم. این هم میخواد بهم دفعه مدلی که شما گفتین زدم چطور شده؟ بعد میگن چرا این رل داره ما نداریم. خب رو نگاه کن خدایی به من نتنها میبینی؟ برگشتم خونه ظرف جیش لوسی رو شستم. این نون باگت میمونه. آبشو دادم و ریسه‌هایی که من یه داستانی به نظرم پشت اینه. من میگم شاید این چیز میکنه، این رفتارا داستانی باشه. ضبط نشد فکر کنم. بهتر که ضبط نشد. بهتر ضبط نشد. صدام ضبط نشد. پشت میکروفون بودم. خریده بودم و نصب کردم و یه رد روم ساختم برای خودم. و سریال ایفوریا رو برای 20مین بار دیدم. فعلا خدا نگهدار. من همسر ایرانی طور ایرانی ها. کاش که جمع خریدم میشه 2000 درهم، ولی به همسرم میگم فقط شده 500 درهم. من یه دختر توپل، من یه شطور توپل ایرانی ام. آف کورس که تاپامو میذارم توی مرکز خرید گشنم میشه. من یک شطور ایرانی ام. معلومه که من خار میخورم. معلومه که من گشنم میشه. آف کورس که من خیلی کیری هیکلم. آف کورس که من کیر تو هیکلت بره. بسکش چیه؟ خیلی خوش هیکل هستی. دورتم پوشیدی تو سره. من یه دختر توپل ایرانی ام. آف کورس که سوخاری میخورم. اما نوشیدنیمو زیرو میگیرم. خفه شو. حالم بد شد دادی. ببین ما کسی رو نداریم پشتمون. حتی بدم میاد. اگه ازم یه درخواست داشته باشه اون چیه؟ چرا اینجوری میکنه؟ درخواست همینه که دیگه کلیپ پر نکنی بذاری. بابا بسته دیگه. این چرا این شکلی این کارا رو میکنه؟
نابو براتون گذاشتم این تای ببینید قشنگ اونی ای کیر تو تربیت ننت داره. چه حرکتی بود؟ کثافت. چرا آشپزخونه‌تون تو کوچه است؟ مامان چطور بود؟ مامان چطور؟ نه خراب داری. عالی. چطور بود؟ جدی؟ جونتون چه خود نمی‌خوری؟ مفتیرم این چه جونه؟ بخور چیکار کردی میشا؟ تو فیلم میبینید خیلی تغییر کرد بچه ها. خوار مادرت تغییر گاهید اینا. این زن و بچه تغییر کرد سوار خر. نگاه کن. واه گوه گوه. حالم بد شد. چنده بچه ها بریم اون بر. خب امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب و این داستانا یادتون نره. من خوشم نمیاد تو هر کلیپم بگم تو رو خدا منو لایک و ساب. میدونم انقدر مهربون هستی که قبل از اینکه من بگم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. دار شما.